سلام، به ویدئوی بعدی خوش اومدید. در ادامه ویدئوی قبلی توی این قسمت میخوام در مورد تاثیر سیستم عصبی اتونوم، سیستم سمپاتیک روی قدرت انقباضی قلب صحبت کنیم. خب این شکل همون شکلی بود که توی ویدئوی قبلی توضیحش دادیم، در مورد پتانسیل عمل صحبت کردیم و حتما به ویدئوی قبلی در مورد این شکل مراجعه کنید. اما یه چیزی توضیح مختصری که میخوام اینجا الان بدم این هستش که قدرت انقباضی قلب ارتباط مستقیمی داره با تشکیل کراس بریجینگ هایی که بین اتونوم و اکتین اتفاق میفته و این هم ارتباط مستقیمی داره با غلظت کلسیومی که در سلول وجود داره. هر چقدر غلظت کلسیوم افزایش پیدا کنه، این میزان کراس بریجینگ ها هم افزایش پیدا میکنه و کانترکتیلیتی میره بالا. سیستم سمپاتیک کارکردی که در سلول قلبی داره اینه که میزان کلسیوم سلول رو حالا به طریقی افزایش میده، در نتیجه کانترکتیلیتی قلب رو میبره بالا که ما بهش میگیم پازیتیو آینوتروپ. سمپاتیک و داروهای سمپاتومیمتیکی یک پازیتیو آینوتروپی در قلب ایجاد میکنن. حالا اینکه چجوری باعث این اینوتروپی مثبت میشن در اسلاید بعدی بهتون توضیح میدم. ابتدا گیرنده بتا آدرنرژیک رو میکشم که اپینفرین و نورپینفرین هر دو میتونن این رو تحریک کنن. این گیرنده در داخل به مولکولی به نام جی استیمولیتور وصل میشه. جی استیمولیتور در واقع آدنیلات سیکلاز رو در سلول فعال میکنه. آدنیلات سیکلاز کاری که انجام میده ATP رو به CAMP تبدیل میکنه. CAMP یک پروتئینی رو در سلول اکتیو میکنه، فعال میکنه به نام پروتئین کایناز آ که در واقع این پروتئین کایناز آ مهمترین فانکشن سمپاتیکه که از طریق این پروتئین کارش رو انجام میده. عملکرد این پروتئین کایناز آ چیه؟ عملکرد اولش اینه که روی این کانال کلسیومی وابسته به ولتاژ تاثیر میذاره، فسفوریلش میکنه. وقتی که فسفوریله میشه اینا بیشتر باز میشن، یعنی واید تر میشه و کلسیوم بیشتری رو وارد سلول میکنه. یعنی اینکه کلسیوم های تریگر ما افزایش پیدا میکنن. وقتی که کلسیوم های تریگر افزایش پیدا میکنن، شلیکی که به این شبکه سارکوپلاسمی ایجاد میشه بهش زیادتر میشه، کلسیوم های بیشتری آزاد میشه. پس یکی از مواردی که گفتیم روی کانترکتیلیتی اثر میذاشت کلسیوم بیشتر بود. کلسیوم بیشتر، کراس بریجینگ بیشتر، کانترکتیلیتی بیشتر. اگه خاطرتون باشه توی ویدئوی قبلی در مورد یک پروتئین های خاصی صحبت کردیم، پروتئین های فسفولامبان. این پروتئین یک کارکردی که داره این هست که میاد پمپ کلسیم ATPase رو سوپر اکتیو میکنه، سوپر ایمپوزش میکنه، فعالتر میشه که کلسیوم های بیشتری رو ببره توی سارکوپلاسم. وقتی هر چیزان این کلسیوم های درون شبکه سارکوپلاسم بیشتر باشه، با کوچکترین ضربه یا تحریکی از طریق این کلسیوم های تریگری که میاد، میزان زیادی از کلسیوم میریزه بیرون. کار دیگه ای که این پروتئین کایناز ها انجام میده چیه؟ روی این پروتئین فسفولامبان اثر میذاره. این رو فسفوریله میکنه، فعالش میکنه و کلسیوم شبکه سارکوپلاسمی میزانش افزایش پیدا کنه. و خلاصه این که از طریق این دو کار میزان کلسیوم درون سلولی افزایش پیدا میکنه، میزان کلسیومی که میاد تا عمل کراس بریجینگ اینا رو ایجاد کنه افزایش پیدا میکنه و خاصیت کانترکتیلیتی میره بالا. یعنی اینکه سمپاتیک یک اینوتروپ مثبت هست.
در اینجا استپ بای استپ اتفاقاتی که در اثر تحریک سمپاتیک اتفاق میفته در یک سلول عضله قلبی رو با هم در خلاصه میکنیم. ببینید اول میگیم ریلیز آف اپینفرین و نورپینفرین. اپینفرین و نورپینفرین ترشح میشه، باعث تحریک گیرنده آدرنرژیک میشه، در واقع جی استیمولیتور فعال میشه، آدنیلات سیکلاز فعال میشه، فعالیت CAMP افزایش پیدا میکنه، کلا میزان CAMP میره بالا، پروتئین کایناز آ که مهمترین اتفاقیه که توی این پروسه، یعنی از اونجا میایم تا به این برسیم، این در واقع تولید میشه. فسفوریله شدن کانال های وابسته به ولتاژ کانال کلسیومی رو داریم، کانال های کلسیوم وابسته به ولتاژ، افزایش کلسیوم تریگر توی سلول، افزایش آزاد شدن مسیو کلسیوم رو از شبکه سارکوپلاسمی داریم، افزایش فعالیت کلسیوم روی تروپونین که گفتیم میره بهش میچسبه، تروپونین میچرخه، تروپومیوزین رو از اون جایگاه‌های بریجینگ سایت جدا میکنه تروپومیوزین رو تا اینکه این کراس بریجینگ ایجاد بشه. در نتیجه قدرت استرنگز کانترکشن، قدرت انقباض افزایش پیدا میکنه و خاصیت اینوتروپی در اینجا به وجود. پازیتیو اینوتروپ یعنی چی؟ اینوتروپی مثبت. اینوتروپی مثبت که باعث افزایش کانترکتیلیتی میشه یعنی کراس بریجینگ بیشتر به علت میزان کلسیوم بیشتر در سلول. در این اسلاید به تاثیر سیستم پاراسمپاتیک و یا عصب واگ از طریق استیل کولین روی سلول قلبی میپردازیم. خب اگه این CNS رو ما اینجا داشته باشیم که عصب واگ از اینجا روی CNS اثر میذاره، در مجاورت سلول قلبی استیل کولین رو تولید میکنه. حالا این استیل کولین چه کاری انجام میده؟ گیرنده‌ای داره که الان میکشم. گیرنده در داخل سلول قسمت جی استیمولیتور داره، جی اینهیبیتور که از 3 قسمت تشکیل شده: آلفا اینهیبیتور، گاما اینهیبیتور و بتا اینهیبیتور. قسمت آلفا اینهیبیتور باعث مهار آدنیلات سیکلاز میشه. آدنیلات سیکلاز که مهار بشه دیگه ATP به CAMP تبدیل نمیشه و در نتیجه پروتئین کایناز آ مقدارش کاهش پیدا میکنه. با کاهش پروتئین کایناز آ این فسفوریلیشن اتفاق نمیفته. فسفوریلیشن کانال های کلسیومی وابسته به ولتاژ اتفاق نمیفته. میزان کاتیون داخل سلول کم میشه. از طرف دیگه ما یک سری کانال های سدیومی رو در SA داریم، گره SA نود کانال های سدیومی هستن برای اینکه سلول رو به تراشولد برسونه و تحریک اون اتوماتیسیته رو ایجاد کنه. اینها هم فسفوریله نمیشن، یعنی پروتئین کایناز ها این کانال ها رو هم توی SA فسفوریله میکرد که میزان سدیم داخل سلول که میزان سدیمی که وارد سلول میشه هم افزایش پیدا کنه. در نتیجه وقتی که پروتئین کایناز ها توسط این استیل کولین فعالیتش کاهش پیدا کنه، اینها هم فسفوریله نمیشن، سدیم کمتری وارد میشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که لود کاتیون کاهش پیدا میکنه، اما سمپاتیک باعث افزایش لود کاتیون در سلول میشه. خب ببینید اگه این نمودار پتانسیل عمل رو توی گره SA در نظر بگیریم، این گره SA هست. حالتهایی که به شکل بنفش نشون دادم حالت نرمال هست. سلول از حالت رسینگ در واقع پتانسیل خودش به ترشولد میرسه، به این صورت که میبینید ابتدا، و به این صورت تحریک میشه. اگر در اثر سمپاتیک لود کاتیون های درون سلول افزایش پیدا بکنه، لود کاتیون ها و سدیم ها درون سلول افزایش پیدا بکنه، این سلول زودتر میرسه به ترشولد و در نتیجه میبینید که پیام های عصبی و این پالس ها به صورت فریکوئنت تر پشت سر هم و با سرعت بیشتری تولید شدن. به این حالتی که در گره SA بر اثر افزایش لود کاتیون درون سلول
ایجاد میشه، یعنی اینکه پالسی که تولید میکنه ایجاد میشه، میگیم پازیتیو کرونوتروپی. در واقع کرونوتروپی مثبت ایجاد شده، حالتی که توی SA ایجاد میشه. اگر این حالت رو در گره AV داشته باشیم، یعنی در گره AV افزایش کاتیون ها چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه، چون کلا گره AV حالت خاصیت هدایت کردن پیام رو از دهلیز به بطن داره، این هدایت خیلی بیشتر صورت میگیره و به این خاصیت در اینجا که پیام های عصبی خیلی سریعتر منتقل میشن، تولید میشن و این فریکوئنتلی تر میشن، پازیتیو دروموتروپیک گفته میشه. پس تا اینجا ما با 3 مفهوم آشنا شدیم: پازیتیو آینوتروپیک، پازیتیو کرونوتروپیک و پازیتیو دروموتروپیک. که کرونوتروپیک بودن یعنی افزایش تعداد پالس در گره SA که به مراتب هارت ریت میره بالا. دروموتروپیک بودن یعنی این انتقال و هدایت از دهلیز به بطن خیلی سریعتر انجام میشه به خاطر این لود کاتیون که سمپاتیک هم پازیتیو کرونوتروپیک هست و هم پازیتیو دروموتروپیک. و اینوتروپ بودن که افزایش لود کلسیوم رو در سلول داشتیم که باعث میشد کانترکتیلیتی قلب بالا بره که سمپاتیک این کار رو هم انجام میداد. همچنین به مراتب با افزایش میزان در واقع تولید سرعت این پالس ها، یعنی همین خاصیتی که سمپاتیک داره، وقتی که کاتیون های لود کاتیون در سلول های قلبی افزایش پیدا میکنه، این سلول ها به صورت کلی، حالا یا SA یا AV یا خود سلول های قلبی، بیشتر در حالت ترشولد قرار دارن و هر لحظه ممکنه یک شلیکی اتفاق بیفته. هر لحظه ممکنه یه سلول از حالت استراحت خودش یه پالس بزنه خارج از اون سیستم رگولار اتونوم طبیعی قلب که این شانس ایجاد تاکیکاردی های خطرناک قلبی رو افزایش میده. یعنی تاکیکاردی که در اثر سیستم سمپاتیک و تحریک سمپاتیک اتفاق میفته، علاوه بر اینکه ممکنه تاکیکاردی ایجاد کنه، ممکنه ایجاد یک مثلا ساینوس تاکیکاردی ایجاد کنه، ممکنه AF ایجاد کنه، فلاتر ایجاد کنه. یک مکانیسم ایجاد تاکیکاردی های قلب هم همین هست. خب علت ایجاد این تاکیکاردی ها به این صورت هست که اگه شما این حالت رو در نظر بگیرید که در یک گره لفت ونتریکل باشه یا حالا در یک سلول لفت ونتریکل در رشته های پرکنج، وقتی که سلول لود کاتیونش افزایش پیدا میکنه، خب این حالت رستینگ رو شما در نظر بگیرید، این حالت ترشولده. لود کاتیون ها که در سلول افزایش پیدا میکنه، هر لحظه این سلول با افزایش لود در واقع داره هی استیمولیت میشه و توی حالت ناپایدار قرار گرفته تا برسه به ترشولد. هر لحظه که این جامپینگ صورت میگیره برسه ترشولد، ممکنه در وسط بین حالا این تولید پالس های طبیعی پالس اکتوپیک تولید میشه که حالا میتونه خودش آغاز یک تاکیکاردی باشه توی قلب. در اثر تحریک سمپاتیک نروس سیستم روی گره SA باعث ایجاد پازیتیو کرونوتروپی میشه که باعث افزایش تعداد پالس توی SA میشه. اگر روی AV اثر بذاره، پازیتیو دروموتروپیک بهش میگیم. اگر روی پرکنج اثر بذاره یا روی سلول های لفت ونتریکل، که باعث به سلول ها در حالت آماده باشن که جامپینگ کنن روی ترشولد و زودتر به دپولاریزیشن برسن، باعث ایجاد پالس های اکتوپیک میشه که ما بهش میگیم که شانس ایجاد تاکی آریتمی ها رو بالا میبره. ما بهش میگیم پازیتیو بتموتروپیک، که در واقع اینها یک خاصیت تغییر یافته الکتریکال هست، یعنی الکتریکال ایونت هستش که تغییر پیدا کرده. altered in electrical event، یعنی کاتیون لودری هست که اومده سدیم و کلسیوم درون سلول رو بالا برده و باعث ایجاد این خاصیت شده. از طرفی کار دیگه ای که این انجام میده، میاد روی یک سلول عضله قلب باعث ایجاد آینوتروپ
پازیتیو آینوتروپیک هم میشه، یعنی خاصیت پازیتیو اینوتروپ هم هست. تروپ مثبت بودن یک وضعیت تغییر یافته مکانیکاله از طریق افزایش لود کلسیم در سلول و کراس بریجینگ های بالاتر و کان میشه، باعث بالا بردن قدرت انقباض عضله میشه که همه اینها یعنی تغییر در وضعیت مکانیکی و الکتریکی که هر کدوم گفتیم چیا هستن به علت افزایش کاتیون درون سلول هست. کاتیون سلول های قلبی افزایش پیدا میکنه، این اتفاقات میفته. نکته دیگه هم که وجود داره، گیرنده سمپاتیک نروس سیستم که بتا آدرنرژیک رسپتورها هستن همه جای قلب هستن، روی خود سلول های بطن هستن، روی دهلیز هستن، روی پورکنج هستن، SA، AV. در نتیجه یک سمپاتیک میتونه هم باعث ایجاد کرونوتروپیک پازیتیو کرونوتروپیک استیت بشه، پازیتیو دروموتروپیک، پازیتیو بتموتروپیک و پازیتیو آینوتروپیک بشه، یعنی سمپاتیک این قدرت رو داره. اما استیل کولین همه اینجاها گیرنده نداره، در نتیجه نمیتونه همه اینا رو ایجاد کنه، فقط چند مورد میتونه ایجاد کنه که در ادامه بهتون توضیح میدم. و یه نکته دیگه ای که در اینجا میخوام بهش بپردازم این هستش که آلفا آدرنرژیک رسپتورها در اینجا باعث ایجاد پازیتیو کرونوتروپیک، پازیتیو دروموتروپیک و همه اینها میشه چون که لود کاتیون در سلول رو میبره بالا. اما بتا آدرنرژیک رسپتورها عکس این عمل رو انجام میده و لود کاتیون رو پایین میاره و در نتیجه باعث منفی شدن این چیزایی که گفتیم در این مورد میشه. گیرنده های کولینرژیکی که در واقع استیل کولین گیرندش کولینرژیکیه به صورت هیولی خیلی بیشتر روی گره SA نود هست، روی گره AV نود هست، مقدار کمتر در دهلیز هست که در واقع بهتر اینجوری نشونش بدم و تقریبا اصلا ابسنت یعنی وجود نداره در سلول های بطنی. نتیجه گیری چی شد؟ آینوتروپی منفی رو نمیتونه ایجاد کنه، یعنی استیلکولین اصلا روی لفت ونتریکل گیرنده ای نداره که بخواد بیاد و باعث ایجاد خاصیت اینوتروپی منفی بشه. بیشترین اثری که داره روی گره SA هستش و AV و حالا تا حدی در دهلیز، یعنی میتونه باعث ایجاد کرونوتروپی منفی بشه، در واقع دروموتروپی منفی بشه، ولی نمیتونه باعث ایجاد آینوتروپی منفی بشه. پس گیرنده های در واقع آلفا آدرنرژیک به صورت یونیفرم در قلب وجود دارن. استیل کولین و بتا آدرنرژیک رسپتور به صورت سلکتیو بیشتر در SA، AV و دهلیز قرار دارن. خب اگر این رو پتانسیل عمل در گره AV در نظر بگیریم، وقتی که سیستم کولینرژیک و حالا استیل کولین تحریک میکنه گیرنده خودش رو، علاوه بر این که باعث ایجاد از طریق آلفا اینهیبیتوری پروتئین کایناز آ رو خاصیت فعال در واقع غیر فعال میکنه که در نهایت باعث میشه کاتیون های کمتری درون سلول وارد بشن و کاتیون های سلول رو کمتر میکنه، قسمت دیگه این یعنی گاما اینهیبیتور و بتا اینهیبیتور چیکار میکنه؟ روی کانال های کلسیومی، روی کانال های پتاسیمی اثر خودش رو میذاره، روی کانال های پتاسیمی اثر میذاره و باعث میشه که اینها میزان پتاسیم بیشتری رو از سلول خارج بکنن. وقتی که سلول داره هم کاتیون کمتری وارد خودش میکنه هم کاتیون بیشتری داره از دست میده که پتاسیم باشه، در نتیجه میشه گفت که کلا دیگه کاتیون خودش رو داره زیاد از دست میده که ما به این حالت میگیم هایپرپولارایز میشه. سلول ما که گره AV باشه باعث میشه که دیرتر به این حالت برسه، چون که کلسیم و حالا بارهای مثبت که کاتیون باشن خم میزانش کاهش پیدا میکنه، این آروم به میزان ترشولد خودش میرسه که حالا یه حالت اینجوری درست میکنه و در نهایت اثر دومی که روی کاتیون روی سیستم پتاسیم داره میذاره باعث میشه که این به حالت هایپرپولاریزه برسه، یعنی حتی از حالت رستینگ پتانسیل هم میزانش کمتره. هر چقدر که این خب منفی تر بشه در نتیجه کلا میزان
پالسی که از خودش این گره ایوی تولید عبور میکنه هم کم میشه دیگه، که حالا این خودش میتونه باعث ایجاد برادیکاردی و مواردی مثل اینها بشه که به این حالت در واقع میگیم سلول در حالت هایپر پولارایزد قرار گرفته، هایپر پولاریزه شده. ارتباط دیگه ای که میخوایم در اینجا بررسی کنیم ارتباط بین هارت ریت و کانترکتیلیتی هست. یعنی اینکه گفته میشه اگر هارت ریت افزایش پیدا بکنه، تعداد بیت هایی که پشت هم تولید میشه افزایش پیدا بکنه، فریکوئنتلی تر بزنه، کانترکتیلیتی و قدرت انقباض قلب هم به دنبال اون افزایش پیدا میکنه و برعکس هر چقدر این ضربان قلب کاهش پیدا کنه و با فاصله بیشتری بزنه، هر ضربه‌ای هم که تولید میشه ویکلی تر هست. علتش رو باید در اینجا با هم بررسی میکنیم. اگر نمودار افقی رو محور هارت ریت در نظر بگیریم، تعداد هارت ریت و این رو هم نمودار استرنگث آف کانترکتیلیتی یا قدرت انقباض قلب، در ابتدا اگر این هارت ریت ما مثلا 80 باشه، خب یک میزانی از قدرت انقباض قلب رو داریم. به تدریج یا حالا در اثر تحریک سمپاتیک که این هارت ریت افزایش پیدا میکنه، در ابتدا که این افزایش هارت ریت رو داریم تغییر خاصی توی اسی اتفاق نمیفته، اما به مرور به صورت پله‌ای این قدرت انقباض قلب افزایش پیدا میکنه تا در نهایت به یک میزان ثابتی میرسه. به این حالتی که به صورت پله‌ای افزایش در قدرت انقباض قلب داریم که بهتر اینجوری بکشم، staircase افکت گفته میشه. staircase افکت به خاطر چی هست؟ اولا که خب قبول داریم که هر چقدر هارت ریت افزایش پیدا بکنه، اکشن پتانسیل یعنی پتانسیل عمل بیشتری هم داریم. پتانسیل عمل بیشتری اگه داشته باشیم، پلاتوی ما مگه افزایش پیدا نمیکنه؟ پلاتو که افزایش پیدا میکنه، کلسیوم های تریگر هم افزایش پیدا میکردن که در اون فاز پلاتو عکس کلسیوم وارد میشد. وقتی که کلسیوم تریگر افزایش پیدا بکنه، ریلیز کلسیوم فرام سارکوپلاسمی، رشوه کلسیوم از شبکه سارکوپلاسمی هم افزایش پیدا میکنه. خب کلسیوم بیشتری در اختیار تروپونین قرار میده و در نتیجه اون باعث میشه کلسیوم بیشتر و ارتباط بیشتر با تروپونین، کراس بریجینگ های بیشتری هم اتفاق میفته. علاوه بر این که ریلیز بیشتری از کلسیوم رو ما داریم، وقتی که سریع داره هارت ریت ایجاد میشه، یعنی پلاتوی بعدی تموم نشده میره سراغ پلاتوی بعدی، به اصطلاح دیاستول کوتاه که میشه، دیاستول کوتاه، این شبکه سارکوپلاسمیک فرصت کمتری پیدا میکنه تا اینکه کلسیوم ها رو ریکپچر بکنه. در نتیجه less recapturing، کلسیوم ریکپچرینگش کم میشه و در نتیجه این باعث میشه بازم غلظت کلسیوم توی سلول افزایش پیدا کنه که در نهایت باعث میشه که قدرت انقباض عضله بره بالا. اما اثر دیگه ای که باعث میشه سمپاتیک باعث افزایش هارت ریت میشه، خب خود سمپاتیک اثر اینوتروپ مثبت هم داره دیگه، یعنی با اون مکانیزمایی گفته شده کلسیوم داخل سلول رو خودش هم افزایش میده. پس میتونیم بگیم که در هارت ریت بالا ما انقباض عضلمون هم قدرتش افزایش پیدا میکنه. مورد بعدی میخوام در رابطه با اثر اکستراسیستولی روی قدرت انقباضی قلب صحبت کنیم. اکستراسیستولی یعنی چی؟ اگه در نظر بگیریم که این بیت هایی باشه که در فاصله طبیعی، فاصله رگولار توسط سیستم اتونوم یا SA میزنه، یه فاصله کاملا یکسان و رگولار و منظم، سیستول ایجاد بشه، به این میگیم یک اکسترا سیستول. توسط مایوکارد قلب ایجاد میشه که اینکه وسط دو تا ریتم رگولار هستش، دو بیت رگولار هست
اتفاقی که میفته کانترکشن بعد این که باید ایجاد بشه خیلی قدرت بیشتری داره، اسیش افزایش پیدا میکنه که به این میگن پست اکسترا سیستولیک کانترکشن. خب یعنی انقباض بعد از اکسترا سیستولیک. علتش چیه؟ در واقع در فواصل رگولاری که این انقباض ایجاد میشه، بعد انقباض بعدی بخواد ایجاد بشه، یعنی یک حالت معمول، شبکه سارکوپلاسمی فرصت رو داره تا کلسیوم ها رو ریکپچر بکنه. ولی وقتی که یک اکسترا سیستول ایجاد میشه، سلول تا میاد به این میرسه ریست میشه، دیگه دیاستول کاملی اتفاق نمیفته و ریکپچرینگ صورت نمیگیره و میزان کلسیوم های سلول هم در حالت افزایش یافته تری هستن و این بیت بعدی با قدرت بیشتری ایجاد میشه. به این پدیده میگن پست اکسترا سیستولیک پتانسییشن. در این اسلاید میخوایم به تاثیر دیجیتال ها، دیگوکسین و خانواده‌اش روی قلب بپردازیم. اگه دیگوکسین رو رنگ بنفش رنگ نشون بدم و به این صورت دیجیتال، روی پمپ سدیم پتاسیم اثر میذاره. پمپ سدیم پتاسیم رو مهار میکنه، باعث میشه سدیم نتونه از سلول خارج بشه، سدیم نمیتونه بره بیرون. خب سدیم درون سلول انباشته میشه، زیاد میشه. یک اکسچنجری اگه خاطرتون باشه داشتیم که سدیم رو می آورد داخل سلول، کلسیم رو می برد بیرون. این به شدت به سدیم حساسه. اگه سدیم داخل سلول زیاد بشه، این پمپ دیگه کار نمیکنه. سدیم رو دیگه نمیاره تو سلول، میگه خب سدیم داخل سلول که زیاده، چرا من سدیم رو بیارم داخل؟ در نتیجه دیگه کلسیم هم بیرون نمیره. کلسیم غلظتش تو سلول میره بالا، میره داخل شبکه سارکوپلاسمی. نهایتا این که دیگوکسین باعث افزایش غلظت کلسیم در سلول و یا ذخیره در واقع کلسیم تو سلول میشه. کلسیم سلول هم که بره بالا، اینوتروپی ایجاد میشه دیگه. خاصیت اینوتروپی مثبت داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که دیجیتال ها هم مثل سمپاتیک باعث افزایش لود کاتیون توی سلول میشن. یعنی خب اینجا هم سدیم رو نذاشت بره بیرون، هم کلسیم رو. وقتی که کلسیم سلول رو میبره بالا یا لود کاتیون رو میبره بالا، سلول ها حالا هم توی میوکارد و پروکنج باعث میشه که در رستینگ پتانسیل خودش به رستینگ پتانسیل نزدیکتر بشه و این جامپینگ هر لحظه اتفاق بیفته. چی رو میخوام بگم که ممکنه اینها ریسک تاکیاریتمی ها رو توی قلب بالا ببرن و باعث ایجاد حالا تاکیاریتمی هایی که گفتیم ممکنه توسط سمپاتیک ایجاد بشه، توسط دیجیتال ها هم ایجاد میشه. پس بنابراین دیجیتال ها نکته مثبتی که در موردشون وجود داره، اینوتروپی که ایجاد میکنن. وقتی که ما به یک قلبی که نارسا شده، ایفش اومده پایین، قدرتش اومده پایین، دیجیتال بدیم، این قلب رو خاصیت اینوتروپی مثبتش باعث میشه که قدرتمندتر بزنه. ولی نکته منفی که در موردش وجود داره، در واقع تاکی آریتمی هایی رو هم ممکنه که زیاد بکنه، مثل AF، فیبریلاسیون دهلیزی و اینها. نکته مثبتی در این مورد که وجود داره، در بالین به طور مثال یک فردی دچار AF رپید میشه، یعنی اینکه AF خب میدونیم دیگه در واقع یک ریتم نامنظمی هستش که پی هم نداریم. این یک نکته بالینی هست و نکته جالبیه. یک فرد دچار AF میشه، به طور مثال هارت ریتش رفته به 170 180 رسیده، ما بهش دیگوکسین میدیم. دیگوکسین اینجا یک تاثیر خیلی جالب داره که چرا باید به این فردی که دچار AF رپید شده دیگوکسین بدیم. خودم الان دارم میگم دیگوکسین باعث ایجاد تاکیاریتمی ممکنه اصلا بشه، یک خاصیتی بدی که داره ممکنه باعث ایجاد این تاکیاریتمی ها بشه یا حتی بدترشون کنه. ولی دیگوکسین برای این افرادی که دچار AF رپید شده میتونه کار کنه. اینکه چطور تاثیر میذاره از طریق یک عملکرد و مکانیسم دیگه‌ای هست که در اسلاید بعدی به اون میپردازم. خب گفتیم که دیگوکسین روی این سلول مایوکاردیال بد حالا و پورکنج و اینا میتونه اثر بذاره. پازیتیو اینوتروپ
خب واگ راست، واگ چپ. دیگوکسین روی واگ اثر میذاره، واگ رو استیمولیت میکنه. استیمولیت کردن واگ هم در نهایت گفتیم واگ یا سیستم کولینرژیک روی گره SA نود و AV نود خیلی فوکس زیادی داره. با تحریک واگ روی اینها اثر میذاره، اینا رو بلاک میکنه. در SA باعث ایجاد این میشه که هارت ریت کم میشه یا SA نود برادیکاردیا ایجاد میکنه و در گره AV هم هدایت رو کاهش پیدا میکنه. حالا باعث برادیکاردی و بلاک و اینها میشه. پس در جمع‌بندی دیگوکسین هم میتونه باعث ایجاد تاکیکاردی هایی رو توی بطن بشه، باعث ایجاد تاکیکاردی های دهلیزی مثل AF، فلاتر اینها بشه، یا میتونه باعث ویتک بشه. یعنی یک فردی اومده مسمومیت با دیگوکسین ممکنه این آریتم ها رو داشته باشیم. از طرفی ممکنه ایجاد بلاک هم بکنه، یعنی AV رو بلاک بکنه، باعث بلاک های دهلیزی بطنی بشه. یعنی یه سناریویی که ما داریم، یه فردی اومده با تاکیکاردی حالا بطنی و دهلیزی بلاک هم داره. این میتونه در واقع به ما گاید بده که این یک مسمومیت با دیگوکسین هست. حالا برمیگردیم به اون سوالی که پرسیدم که چرا از دیگوکسین ها در مواردی که ما AF رپید داریم استفاده میکنیم. همونطور که گفتم اینها علاوه بر این که تاکیکاردی ممکنه ایجاد بکنن، میتونه ایجاد بلاک هم بکنه. فرض کنید یک فردی دچار AF هست، AF رپید. ما در واقع ریتمی که داریم، حالا AF هست، ریت بالا داریم، به طور مثال داره تا 170 180 میزنه. ما میخوایم این میزان ریت رو کاهش بدیم با دادن دیگوکسین. وقتی که لفت واگ چپ تحریک میشه، تاثیر میذاره روی AV نود، باعث میشه که این همه پیام هایی رو که از دهلیز داره ایجاد میشه رد نکنه. مثلا از 3 تا پیام یه دونه رد کنه، در نتیجه این ریت رو میاره پایین. یعنی AF رو ممکنه بدتر بکنه این دیگوکسین، ولی با بلاک AV که ایجاد میکنه پیام های عبوری و این پالس های عبوری رو محدود میکنه و تا حدودی باعث میشه که هارت ریت پایین بیاد. دیگوکسین حتی ممکنه فلاتر رو AF رو اینها رو به هم دیگه تبدیل بکنه، AF رو بدتر بکنه، ولی در نهایت میتونه به عنوان یک داروی آنتی آریتمی ریت رو کنترل کنه. پس دیگوکسین میتونه 2 جا کاربرد داشته باشه. یک، در مواردی که به طور مثال DHF اتفاق افتاده، قلب دیگه دچار فیلر شده با خاصیت پازیتیو اینوتروپی، خاصیت انقباضی قلب رو بالا میبره. مورد بعدی به عنوان آنتی آریتمی هست، داروهای به عنوان داروهای آنتی آریتمی دراگ در مواردی که به طور مثال میخوایم AV نودال بلاک ایجاد کنیم که میزان یک مقدار ریت قلب رو پایین بیاره.